چکن نه تنها یک گلدوزی زیبا بلکه یک قسمت مهم فرهنگ ملت تاجیک می باشد. در هر یک نقش آن تاریخ، روح بانوان هنرمند و رنگارنگی طبیعت کشور عزیزمان تاجیکستان انعکاس یافته است. امروز هنرمندان ناحیه شهر توس با هنر و مهارت خویش طبع حاضرین را بالیده گردانیده لباسهای ملی را به نمایش گذاشتند و جوانان با افتخار این هنر قدیمی ملی را آموخته ایستادند. هدف از برگزاری چنین فستیوال آزمون‌ها گرامی داشته فرهنگ ملی و شناس نمودن نسل نورس به اصل خویش میباشد. فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن همساله با مقصد ترغیب و تشویق لباس ملی و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. طبق نقشه در ناحیه شهر توس دور ناحیوی فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن دایر گردید که در آن زنان و مادران و هنرمندان ناحیه شهر توس شرکت ورزیده هنرهای دستی و دیگر نقش و نگارهای ایجاد نموده خویش را پیشنهاد کردند. در این تدبیر فرهنگی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سخنرانی کرده مقصد از برگزاری این چهاربینی مذکور را به حاضرین معنی داد کردند. گفته شد که هدف اساسی فستیوال آزمون جمهوریوی صدرنگ چکن در بلند برداشتن احساسی وطندوستی، افتخار ملی و معرفی لباس ملی به جهانیان نقشی بارز دارد. زنای تاجیک ما همه وقت هم خیلی خرسند باشد، هم خیلی زیبا باشد. این کشتایی که من باور کردم پیش از انتخاب کردن این رو نقش میکند و یک ماه یک نیم ماه بعد به رنگ و بار آرایش میدهد. ضمن برگزاری فستیوال نمایش لباس‌های ملی چکن، لباس‌های قدیمی کودکانه و روزمره، ایدانه و رسمی اینچنین نمایش نوع‌های گوناگون هنرمندان ناحیه پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. تشکیل و براه ماندن فستیوال آزمون جمهوریوی صدرنگ چکن در احیای هنرهای مردمی و تشویق و ترغیب سر و لباس نیاگانمان نقش ارزشمند گذاشته، این اقدام فرهنگی برای هنرمندان امکان معرفی محصول دستی خویش و رشد ایجادیات ملی را فراهم می‌آورد.